من اوایل که منو نمیشناختن مثلا کیش میرفتم اجرا، واقعا میرفتم رو صحنه میترسیدم، همه میومدن نخندن. آره مثلا این کی اومده، این چیه. یه وقتی بهم تیکه مینداختن، یه وقت یه دفعه دعوام شد سرم. به خدا. چه جوری؟ وسط اجرا تیکه مینداخه، نمیذاش من اجرامو بکنم. با خانواده‌اش اومده بود، نه دیگه میگفت که اینا بخندن. آره مثلا این چیه پول دادید اومدید، مثلا اونا گفته بودن بریم حامد آهنگی با مزه، میگه آخه چیه بعد از این بهترم. آره حالم بد شد، من دارم جون میکنم. نمایشم تموم شد، اشتباه کردم ها، کار بدی کردم. نمایش تموم شد اومدم بیرون، به مسئول سالن گفتم کی بود تیکه مینداخت؟ گفت اونا اون ردیم. اونم نامرد گفت دید من حالم بده، خب نگو. مثلا شمایی. آره داداش یه دقیقه بیا بیرون. راست میگی؟ یه دقیقه بیا. صداش خیلی بود. بیا الان اومدی مثلا. ببین یا برنامه من نمی اومدی، یا حالا که اومدی باید به منی که روی استیجم احترام بذاری. تیکه های تو نه اعصاب منو، اعصاب همه اون تماشاگرا رو به هم ریخت. پا میشدی میرفتی اگه من بی‌مزه بودم. برای چی تیکه انداختی؟ برای چی؟ فکر کردی کی هستی؟ حالا بگو برو بابا. برو بابا. بیا اینجا. شاخ زدم. نه آقا تشویق نکنین. دست نداره. واقعا تشویق نکنین، بچه‌ها یاد میگیرن. اون کار اشتباهی کرد، من اشتباه تر. بله. و زدیم 5 دقیقه بعد من رو سینه‌ش بودم. نمیخندی؟ برای چی اومدی؟ اگه من مسخرم چرا اومدی؟ دستم دیگه درد گرفته بود. بچه‌ها ماساژ دوباره. برای چی اومدی؟ تیکه میندازی؟ آره. پس کسی به من نخنده؟ بخندید